سلام چطورین بچه ها؟ من یه خرید کردم، خیلی تعریفشو شنیدم و اینا از اینا. بعد گفتم که گرفتمش، گفتم که بیایم با هم ببینیم که چطوریه. حالا من اصلا هنوز هیچی راجبش مثلا چیز نکردم، تو خود جعبش هم هیچ بروشوری نداره. 6 تا سری داره، 1 2 3 4 5 تا سری داره که این مثل که مال مثلا این کاجه های کوچیکشه، ولی نوشته بود که حالا اون چیزی که من یه کوچولو تونستم از توش در بیارم، نوشته بود که باید صورت یا با آب گرم بخور داده باشه یا شسته شده باشه، یعنی کمی خیستوری باشه، یا لوسیون بزنی. خب اگه که لوسیون بزنی با توجه به اون چیزی که مثلا بلاگرها و اینا میان نشون میدن، خب به نظر من اونی که داره میکشه همون لوسیون است دیگه. میگم وای ببین چه پوست مثلا تمیزی داره، کثیفی داشتم و با این حال که شسته بودم و اینا. حالا من برم صورتمو بشورم و یکم مرطوبش کنم، لوسیون نمیزنم. بریم ببینیم که چطوریه. من اومدم برق‌طوری میده روی باتری نیست، وقتی یه چیز برقی انگار مثلا داره میسوزه. برو میدونیم چرا شعبت کنیم همون شما در یه ذره نمیدونم دیدم چه یا نه. واسه من پوستم چربه، تمیز کرد. برای صورت کدومه بچه ها؟ اینجوری داره، این خیلی سفته، فکر نکنم از صورت باشه. این حالا ما اینو میزنیم، روشن کنیم. من گذاشتم رو یه چیزای اینجوری کوچولویی اینجاهاش هست. یه همین. اگه دوست داشتین که از این ویدیو اینجوری بگیرم، چون من خیلی عاشق اینجور وسایل هستم و میخرمشون، به هم بگین لطفا.